بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان گرامی، دوستان نهایت محترم و معزز، در قسمت 56 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی در خدمت شما ارجمندان قرار دارم. در قسمت های گذشته این برنامه احکام خواندن چگونگی نماز که از تکبیر تحریما شروع می شد و با دادن سلام خاتمه می یابد، این احکام را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما عرض کردم که انسان نمازگزار باید چگونه تکبیر بگوید و حکمش چی است و چه رقم دستهای خود را بلند کند و دعای استفتاح را چگونه بخواند و همچنین سوره فاتحه خواندنش حکمش چی است در نماز و همچنین ضم سوره و بعد از او رفتن به رکوع، خواندن ادعیه در رکوع و در سجده و تعدیل ارکان و همچنین رسیده بودیم در قسمت گذشته به قعده که در قعده وقتی که انسان می نشیند حکم نشستن در قعده چی است، قعده اول چه حکم دارد و قعده دوم چه حکم دارد و همچنین خواندن تشهد که مراد از او التحیات است، باید کدام تشهد را خواند و خواندنش حکمش چی است و همچنین خواندن درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز که کدام درود را افضل و بهتر است که باید بخواند و حکم از او چی است. این احکام و آداب را در قسمت های گذشته خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض و بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه امو مطلب سابق است که انسان نمازگزار وقتی که در قعده می نشیند اولین چیزی که می کند خواندن التحیات است و بعد از خواندن التحیات درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرستد و بعد از او هر آنچه که در مصلحت دین و دنیای از اوست دعا می کند. دعا کردن بعد از فرستادن درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همچنانه که در قسمتی گذشته بیان کردم در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه تشهد را به عبدالله بن مسعود و صحابه کرام یاد دادند، در آخر فرمودند که ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه فیدعو. این شخص بعد از اینکه تشهد را انجام داد، هر دعایی که خوبتر بوده باشد، هر دعایی که به مصلحتی از او بوده باشد و هر دعایی که به شأن از او برابر و خوب بوده باشد، اون دعا را اختیار میکند و این شخص در نماز در آخر نماز دعا میکند. و همچنین در حدیث مسیء الصلاة که چند بار خدمت شما واحد عرض کردم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این شخص میگه که ثم تخیر من الدعاء ما شئت، بعد از اینکه تشهد را خواندی هر دعایی که میخواهی تو را اختیار کن و دعا کن. پس بنا به این احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازگزار را اختیار دادند که در آخر نماز هر دعایی که خواسته باشد دعا کند، البته دعایی بوده باشد که مطابق شریعت و خارج از شریعت نبوده باشد و دعایی که باشد که در مصلحت دینی و دنیایی این شخصی نمازگزار بوده باشد. هر دعایی که میتونه که اختیار کند، اما علما گفتند که بهتر است که دعایی را اختیار کند که در احادیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که چند دعا را ما خدمت شما از احادیث صحیح و سند گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم میکنم. از جمله حدیث است که حدیث متفق علیه است، حدیث است که امام بخاری و امام مسلم این را از صحابی جلیل قدر حضرت ابو هریره روایت میکنند که حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا تشهد احدکم فلیستعذ بالله من اربع، وقتی که یکی از شما در تشهد می نشیند و دعای تشهد را می خواند و بعد از او از 4 چیز به الله متعال پناه بجوید، یقول اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من فتنة المسیح الدجال. پس از جمله ادعیه‌ای که در احادیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که انسان نمازگزار
باید این دعا را بخواند که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من فتنة المسیح الدجال. ای بار الها، من به تو پناه میخوایم از 4 چیز. اول از عذاب جهنم که من را از عذاب جهنم نجات بدهی، و دوم از عذاب قبر که از عذاب قبر ای بار الها من را پناه بدهی و نجات بدهی، و سوم من فتنة المحیا والممات، ای بار الها من را از فتنه زندگی، از فتنه دنیا و همچنین از فتنه در وقت مرگ من را نجات بده. از فتنه محیا، هر فتنه و هر ابتلایی که در زندگی بر انسان پیش میشد و الله متعال و انسان در مقابل از او صبر کرده نمیتواند، ای بار الله مرا از این قسم فتنه و از این قسم امتحانات و ابتلاعات من را نجات بده. و فتنه ممات، هر فتنه که در وقت مرگ بر انسان پیش می شود، چون وقت مرگ وقتی است که انسان معرض به فتنه می باشد و در وقت شیطان می آید و انسان را به افتتان می اندازد، و لذا انسان نمازگزار باید از این قسم فتنه از الله متعال پناه بجوید. یا مراد از فتنه ممات فتنه است که بعد از مرگ انسان در قبر وقتی گذاشته می شود و در وقتی که ملکین نکیر منکر از او سوال میکند و او در مقابل سوال از اونها جوابی پیدا نمیکند و در حیرت میافتد، این را هم فتنه گفته می شود. و از این فتنه انسان نمازگزار پناه بجوید که الله متعال او را از این قسم فتنه هم نجات بدهد و بتواند که در قبر وقتی گذاشته می شود و سوال نکیر منکر را جواب داده بتواند. و همچنین در دنیا وقتی که انسان معرض به فتنه ها و به امتحانات است، وقتی که مورد امتحان و ابتلا قرار میگیرد، خداوند متعال برای از او صبر و شکیبایی را نصیب کند و بتواند که در مقابل این قسم فتنه ها و امتحانات با صبر و شکیبایی بیرون شود از این قسم فتنه ها و مصائب و ابتلاءات و امتحانات الهی. و من فتنة المسیح الدجال، و چهارم این که ای بار اله من را از فتنه مسیح دجال نجات بده. و دجال یکی از جمله علائم بزرگ قیامت است که در آخر زمان ظهور میکند و فتنه دارد که مردم را در افتتان می اندازد. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از دجال پناه خواستند و امت خود را امر کردند که از فتنه دجال پناه بخواهند و گفتند که هر پیغمبری که آمده امت خود را امر کرده بود که از این فتنه مسیح دجال پناه بگیرد، پناه بجوید تا که الله متعال او را از این قسم از فتنه دجال وقتی که ظهور میکند الله متعال او را در پناه خود بگذارد و او را مورد امتحان و ابتلای قرار ندهد. و دجال را مسیح نامیده شده به خاطر از اینکه گفتن که چون در همه زمین را او مسح میکنه، یعنی بر همه زمین گشت میکند، هیچ جایی از زمین نمیباند مگر اینکه دجال به او گشت میکنه، مگر اینکه شهر مکه مکرمه و شهر مدینه منوره که در حدود این دو شهر الله متعال ملائکه ها را ایستاد میکند و این به اجازه دخول داده نمیشود به دجال در این دو شهر. و همچنین گفته شده به خاطر از این مسیح نامیده شده که یک چشمی از او مسح است، یعنی نیست، یک چشم نداره، کور است و چشم دیگرش هم مانند دانه خرما بیرون آمده است. و همچنین عیسی علیه السلام را مسیح نامیده شده، چون عیسی علیه السلام را عیسی المسیح مینامند به خاطر از اینکه وقت عیسی علیه السلام هر کور نابینا را که مسح میکرد با اذن الله متعال بنا میشد و همچنین هر پیستی را که مسح میکرد به اذن و به اجازه الله متعال او از او مرض براءت حاصل میکرد و جور میشد. و همچنین گفته شده به خاطر از این عیسی علیه السلام را مسیح نامیدن که وقتی که از مادر تولد شد با روغن مسح شده بود، یعنی همه جسمی از او با روغنی شده بود، لذا او را مسیح نامیدن. به هر حال این دعا از جمله ادعیه است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما تعلیم دادن که در آخر نماز به این دعا ما دعا کنیم. و در روایت امام مسلم صراحت آمده که این دعا در آخر نماز خوانده شود. در اونجا آمده که اذا فرغ احدکم من التشهد الاخیر، وقتی که یکی از شما از تشهد اخیر فراغت میگیره، وقتی که تشهد اخیر را میخواند و بعد از او این دعا را بخواند.
و همچنین امام مسلم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، بلکه حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان هم این حدیث را نقل کردن، دعا را نقل کردن که مشتمل به حدیث نقل کردن که مشتمل به دعاست، مگر اینکه در اولش که عذاب جهنم آمده ایشان این را ذکر نکردن و شروع کردن که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من فتنه المسیح الدجال، و در آخر گفتن که ومن المأثم و اعوذ بک من المأثم والمغرم. ای بار اله، من به تو پناه میخواهم از هر گناه و از هر نوع قرضداری و که قرضدار کسی بشوم. پس این دعا در احادیث متفق علیه، در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم را روایت کرد، این دعا وارد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از 4 چیز در آخر نماز پناه می‌خواستند: اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من فتنة المسیح الدجال. و بنا به حدیثی که امام حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که در آخر و من المأثم و اعوذ بک من المأثم والمغرم این را هم میگفتند. و جمهور علما رأیشانی است که خواندن این دعا و هر دعایی که بوده باشه در آخر نماز سنت و مستحب است و واجب نیست، الا اینکه بعضی علما قول به وجوبی از او دارند و جمله امام طاووس حتی در بعضی روایت میگه که پسرش در یکی از نمازها دعا را فراموش کرده بود و امر به اعاده نماز کرد و چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خواندن این نوع دعا تاکید کردند، لذا بعضی علما گفتن که این خواندن یا استعاذه یعنی طلب استعاذه از این 4 دعا واجب است و اما جمهور علما رأیشان این است که سنت است. و همچنین از جمله ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده دعایی است که در حدیث متفق علیه از خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق یا غار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمودند: علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما دعا یاد دادن که ما در نماز با این دعا بکنم و فرمودن که قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ای بار الها، من بر نفس خود ظلم کردم و ظلم انسان بر نفس خود این است که آنچه که الله متعال امر کرده او را به جا آورده نتواند یا نآورد به طور کامل و اکمل، و همچنین آنچه که الله متعال از او نهی کرده مرتکب بعضی از نواهی الله متعال شود. و بزرگترین ظلم انسان بر نفسش این است که به الله متعال شریک بیارد. ای بار الها، من بر نفس خود ظلم کردم، هر آنچه که تو برای من امر کردی اور نتونستم که بجا بیارم و آنچه که تو بر من از او مرا نهی کردی بعضی از آنها را من مرتکب شدم. ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، و جز تو هیچ کسی گناه من را نمی بخشد، تو هستی فقط بخشاینده گناه. و این اقرار به وحدانیت الله متعال است که جز از او هیچ کسی بخشاینده گناه نیست و هیچ کسی گناه را نمی بخشد و فقط وقتی که انسان گناه میکند به درگاه از او نیایش کند و از او طلب مغفرت کند. همچنان الله متعال در آیه میفرماید در شأن مسلمان ها مؤمنین میفرماید که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. مؤمنین کسانی هستند که وقتی که بر نفس خود ظلم میکنند، گناهی را مرتکب میشوند، فقط الله را در یاد خود میارند و فقط در درگاهی از او نیایش میکنند و در درگاهی از او دعا میکنند. و من یغفر الذنوب الا الله. و خداوند میفرماید که غیر از الله آیا کسی هست که گناه را بخشد؟ غیر از الله متعال هیچ کسی بخشاینده گناه نیست، فقط الله متعال است که گناه را میبخشد. پس باید به درگاه فقط الله متعال نیایش کرد و فقط از الله متعال مغفرت گناه را خواست. فاغفر لی مغفرة من عندك، تو بخشایشی از طرف خود برای من عنایت بفرما. وارحمنی، و تو بر من رحم کو. انک انت الغفور الرحیم، و تو غفور الرحیم استی. در آخر توسل میکنه به دو صفتی که صفات الله متعال است، چون در اول طلب مغفرت کرد و طلب رحمت کرد و در آخر توسل میکنه به صفت مغفرت
و صفت رحمت که از جمله صفات الله متعال است، چون صفت تو ای الله متعال غفار است و صفت تو رحیم است، پس تو بر من مغفرت کو، گناه ما را ببخش و تو بر من رحم بکن. و پس این دعا هم از جمله ادعیه است که در حدیث صحیح متفق علیه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خلیفه مسلمان ها، به یار غار خود حضرت ابوبکر صدیق تعلیم دادند که در آخر نماز بعد از خواندن تشهد و بعد از خواندن درود این دعا را بخواند که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. و بعد از یک دیدن برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با ادامه این مطلب با ادعیه دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح وارد شده. با ما باشد. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می‌کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دسته پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما دوستان عزیز. خدمت شما عرض کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث عبدالله ابن مسعود و همچنین در حدیث مسیء الصلاة گفتند که وقتی که انسان از تشهد و درود فارغ میشه میتونه که هر دعایی که بخواهد بر دعایی که بر مصلحت دینی و دنیوی از او باشد از الله متعال دعا بکند، اما بهتر و افضل است بنا به قول علما که دعایی بکند که مأثور باشد رسول اکرم، دعایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح نقل شده باشد. و عرض کردم خدمت شما از جمله ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده در احادیث صحیح این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردند که انسان نمازگزار در نماز خود از 4 چیز پناه بجوید از الله متعال و بگوید که اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من فتنة المسیح الدجال. و همچنین دعای دیگری به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعلیم دادند که این دعا را در آخر نماز بخواند که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. و در روایت دیگری هم آمده که میتواند که با یکی از دعایی که در قرآن کریم وارد شده دعا بکند و آمده با این دعا باید دعا بکند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. ای بار الها هم برای ما در دنیا نیکی را عنایت فرما و هم در آخرت حسنات و نیکی را عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار و تو ما را از عذاب جهنم نجات بده. و همچنین از جمله ادعیه‌ای که در احادیث صحیح وارد شده دعایی است که امام مسلم از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکند که حضرت امیر المؤمنین
علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاه یکون آخر ما یقول بین التشهد و التسلیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که نماز میخواندند آخرین چیزی که در بین تشهد و در بین سلام دادن میگفتند، یعنی بعد از اینکه تشهد را میخواندند دعای تشهد را و قبل از سلام دادن این دعا را میخواندند اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ای بار الها ببخش بر من آنچه که من قبلا انجام دادم، گناهی که قبلا انجام دادم و گناهی که از من بعدا سر میزند و آن گناهی که من در پنهانی در خفیه انجام دادم و کردم و گناهی که در علنا ما کردم و همچنین تمامی گناه های اسراف و تجاوزاتی که از من صورت گرفته آن را ببخش و هر آنچه که تو از ما کرده بر او داناتر هستی. گناهی که من کردم من خودم علم با او ندارم و علم تو محیط بر اوست و تو با او داناتر هستی، او را ببخش. تو هستی که هر آنچه که خواسته باشی تقدیم میکنی و هر آنچه که خواسته باشی تأخیر میکنی و جز تو هیچ الهی نیست. و همچنین دعای دیگری امام ابو داود از صحابی جلیل قدر عبدالله بن مسعود نقل میکند که ایشان فرمودند انه صلی الله علیه وسلم کان یعلمهم من الدعاء بعد التشهد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد التشهد با صحابه کرام این دعا را یاد میدادند که اللهم الف على الخير بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام. ای بار الها تو قلبهای ما را بر خیر و بر نیکی جمع بکن و در مابین ما اصلاح را بیانداز، صلح و مصالحت را بیانداز. واهدنا سبل السلام و تو ما را بر راه سلامتی هدایت بفرما، هدایت بکن. و نجنا من الظلمات الى النور و از تاریکی ها به طرف روشنی ها ما را نجات بده. و جنبنا الفواحش والفتن. ای بار اله ما را از فواحش و از فتنه ها نگاه کن، ما ظهر و منها بطن و ما بطن، هر آن فتنه و فواحشی که ظاهر است یا پنهان است ما را از او نگاه بکن. و حضرت عبدالله بن مسعود میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام این دعا را یاد میدادند که این دعا را در نمازهای خود بعد از تشهد دعا بکنند و بگویند که اللهم الف بین علی الخیر بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام. و همچنین شد که رسول صحابه کرام در بین خود الفت و محبت داشتند و قلبهایشان با همدیگر نزدیک بود و صلح و مصالحت در بین خود داشتند و آنها بر راه راست هدایت یافتند و بهترین امت شدند و بخلاف آنچه که فرقه های گمراه فکر میکنند که در مابین آنها تفریقه و اختلاف بود، هیچ تفریقه و اختلافی در مابین آنها نبود. و این دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ایشان یاد دادن آنها دعا را در نماز میخواندند و از الله متعال این چنین میخواستند و الله متعال دعای آنها را پذیرفت، قبول کرد و در بین آنها الفت و محبت و دوستی را انداخت و آنها را بهترین امت گردانید و برای راست آنها را هدایت کرد. و همچنین از جمله ادعیه دعایی است که امام ابو داود روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای یک شخصی که ظاهرا از جمله اعراب بود به او فرمودند که کیف تقول فی الصلاه، ای شخص تو در نماز خود چی میگویی؟ قال اتشهد ثم اقول، ما اولا در قاعده که نشستم اولا تشهد میخوانم و بعد از او این دعا را میخوانم که اللهم انی اسالک الجنه و اعوذ بک من النار. فقط ما اما قدر یاد دارم، دیگه چیزی از این بیشتر یاد ندارم. فقط میگم که اللهم انی اسالک الجنه، ای بار اله من جنت را از تو میخواهم و از عذاب جهنم از تو پناه میجویم. و بعد گفت که اما انی لا احسن دندنتک ولا دندنت معاد. ما فقط اما قدر یاد دارم که بعد از تشهد همین دعا را میخوانم که اللهم انی اعوذ بک اسالک الجنه و اعوذ بک من النار. و آنچه که تو میگویی ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و آنچه که معاذ میگوید ما او را گفته نمیتونم. ما میشنوم که شما دعای زیادی میکنین و همچنین معاذ را میشنوم دعای زیادی میکنه معاذ بن جبل، لیکن ما گفته نمیتونم. فقط اما قدر یاد دارم که اللهم انی اسالک الجنه و اعوذ بک من النار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حول ذلك ندندن انا و معاذ. ما هم هر آن دعایی که میکنیم همه مسیر برگشتش برای این است که از الله متعال جنتی از او را میخواهیم و از آتش از او پناه میجوییم.
پس این دعایی که تو میکنی بهترین دعاست و رسول اکرم صلی الله علیه و آله این صحابی اعرابی را به این دعا اقرار کردن که این دعا بهترین دعا است که در نماز میکنیم. پس ادعیه‌ای که در نماز از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مأثور است در احادیث متعددی این است که میشه که با ادعیه قرآنی دعا کنه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، و میتوند که از 4 چیز پناه بخواهد از الله تعالی. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و فتنته و من فتنه المحیا والممات و من فتنه المسیح الدجال. و دعایی که برای حضرت ابوبکر یاد دادن اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. و همچنین دعایی که امام علی رضی الله عنه با ما نقل کردن اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. و دعایی که عبدالله بن مسعود نقل کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام این دعا را یاد میدادن اللهم الف علی الخیر بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش والمنكرات وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. یا دعایی که این شخص اعرابی صحابه اعرابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی از او پرسیدند و گفت که ما فقط اما قدر میگم که اللهم انی اسالک الجنه و اعوذ بک من النار. اگر شخصی بتواند که در بین این دعا جمع کند بعد از تشهد و درود همه این دعا را بخواند اشکالی ندارد، و اگر شخصی یکی از این دعا را یا 2 یا 3 را بخواند هیچ اشکالی ندارد. و هر دعایی که به نفع و مصلحت دینی و دنیایی این شخص نمازگزار است و مأثور و منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است میتونه که به او دعا در آخر نماز دعا کند. و آخر نماز از جمله جاهایی است که مورد جاهای قبولی دعاست و امید زیاد است که الله متعال دعای از او را در اینجا قبول کند. پس کوشش کند که هر دعایی که با مصلحت دنیایی و دنیوی از این شخص است، شخصی نمازگزار است و در احادیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده با او دعا در آخر نماز دعا بکند. و بعد از کردن دعا آخرین چیزی که در نماز انجام این شخص نمازگزار انجام میکند او کار را باید بکند و گشتاندن سلام است، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تکبیرها التحلیم تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، که نماز با گفتن الله اکبر شروع می شود و با گفتن السلام علیکم خاتمه می یابد. لذا با گفتن الله اکبر انسان نماز خود را شروع می کند و در آخر وقتی که نمازش به پایان رسید با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او را خاتمه می یابد. و احادیثی که در مورد سلام و همچنین اقوال علما که آیا سلام گشتاندن در آخر نماز واجب است یا واجب نیست، این احادیث را و این اقوال را ان شاء الله در قسمت آینده با خدمت شما عرض میکنم، چون در اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسیده و تا با قسمت آینده با شما خدا حافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.